دوستانی عزیز سلام علیکم و امیدوارم که شما خوب و خوش هستید. اینجا میخواهم با شما درباره آزادی‌های دینی در امریکا زندگی کنم و یادآور میشوم که من در نیویورک زندگی میکنم و بیشتر تأثیرات من بستگی دارد از زندگیم در همین ایالات و در شهر نیویورک. نیویورک یکی از شهرهایی هست که در آنجا مردمان گوناگون ملت و گوناگون مذهب زندگی میکنند و دین در امریکا آزاد است. هر کس میتواند که دینی خودش نابسته از آنی که اون کدام دین است، در کدام شکل هست، دینی خود پیروی کند و خدای خود توسط همان آموزشی یعنی به خدای خود توسط دین خود صحبت کند، مراسم ها و قاعده های دینی خود اجرا نماید. و همچنین در نیویورک آدمان در کمیونیتی ها یعنی در جمعیت های خود زندگی میکنند. از این رو از بس که آنها در کمیونیتی های خود زندگی میکنند، هر یک منطقه گویم که در برابر آن که یک فرهنگ معرفی میکند، همچنین نمایندگان این یا آن دین را هم در این یا آن منطقه زیاد دیدن ممکن است. خب اگر به 4 دینی بسیار هم که معمول توجه کنیم، اسلام، نصرانی و یهودی های و بودایی ها، فعالیت اینها را خیلی خوب دیدن ممکن است و طور گفتم وابسته به وارد شدن به این یا آن محل شما می توانید که نشانه های این یا آن دین خوبتر ببینید. اگر به یگان منطقه می روید که در آنجا مکزیکایی ها هستند، علاقه شما می بینید که یعنی شما نشانه های رویه نصرانی رو در آنجا می بینید که مکزیکایی ها اونا پیروی می کنند. اگر به چاینا تاون روید، اگر علاقه نشانه های دینی بودایی رو در آنجا می بینید و مثلا حتی بودخانه ها هستند. خب اگر شما به محله یهودی ها بروید، اونا هم به رویه های گوناگون تقسیم می شوند و شما در هر یک محل این یا آن رویه یهودی ها رو می بینید. و اگر به محله مسلمانشین بروید، اگر اونجا مسجد ها زیاد هستند و مثلا مسلمان ها رو بیشتر می بینید و همین محله ها همچنین برای چخل آدمان جمع می کند که دکان های به خود خاص دارند. مثلا در محله که یهودی ها هستند بیشتر دکان های کوشر هست و در محله که مسلمان ها زندگی می کنند علاقه دکان های رستوران های حلال، مغازه های حلال فود را دیدن ممکن است که از آنجا می توانید که به مشکل خریداری کنید. همین آزادی دین بگویم که جمعیت نیویورک رو خیلی زیبا انعکاس می‌کند. به نزدیکی من به یکی از منطقه های بروکلین رفتم، روزی استراحت بود و ساعتی یعنی که وقتی نماز پیشین مسلمان ها به نماز پیشین رفتند و در روبروی مسجد یک کلیسا بود که نصرانی ها همشون به نمازی گویم که روز یکشنبه خود می شتافتند و این بسیار گویم که یک زیبایی را نشان می دهد که شخص می تواند که همین آزادی دینی را در همین یک کوچه ببیند که در یک کوچه می تواند هم مسجد باشد، هم سینگوگ هست و هم کلیسا و هم می تواند بودخانه باشد و هر کس می رود از پی کار خود و همان یعنی به فکر من به خدای یکا و یگانه به زبان خود صحبت میکنند، درد دل میکنند یا اینکه اظهار پشیمانی میکنند، دعا میکنند که زندگیشان بهتر باشد. موافق به مقصد و نیازهای خود به مسجد، سینگوگ، کلیسا و بودخانه میروند. و همچنین زیبایی آزادی دینی را من باز در آن دیدم که در بسیار خانه های بسیارشانه می تواند که نمایندگان دینی گوناگون زندگی کند. مثلا در یک بنا می تواند هم نصرانی ها باشد، هم یهودی ها باشند، هم مسلمان ها. اکثرا مردم عادی خیلی به همدیگر دوست هستند
یعنی این نفرت و بدبینی ها اصلا در سطح سیاسی، در سطح گویم که سیاست هاست. مردم عادی همه وقت به همدیگر خیرخواه هستند. بخصوص همین شب و روزی که در غزه حادثه های بسیار مدهش به وجود می آیند و یک گویم فضای حساسی نزاع دینی را هم در جامعه به وجود آورده است. یک حالتی را می خواهم نقل کنم که فکر می کنم نمونه تحمل پذیری دینی هست. چند وقت پیش ما مسلمان ها جشن عید قربان را تجلیل کردیم. در همسایگی من پیرزنی زندگی می کند که 35-40 سال پیش از تاشکند به نیویورک کوچیده است. او یهودی هست، یهودی روس زبان. من وقتی که یک روز پیش از اید ما شیرینی پختیم، من کمی شیرینی گرفتم و با اون همسایه هم پیشنهاد کردم، چون که از فرهنگ ما تاجیکا میگویند که اگر در عید غذای پختید باید اول به همسایه دستی راست و به همسایه دستی چپتان بدهید. خب همسایه دستی راستی من اون زن یهودی است و همسایه دستی چپم یک عائله سمرقندی ها هستند. خب ما شیرینی پختیم و همچنین ارزوق پختیم و با همسایه سمرقندی همانو با اون پیرزن یهودی من بردم. با او گفتم که ما جشن عید قربان داریم و شیرینی ها رو با او دادم و برایش سلامتی آرزو کردم و خستم آمدم. این پیرزن مستقل راه گشته نمیتواند، همچنین پارکینسون دارد، یعنی میلرزد. و روز عید وقتی که من با مهمان ها نشسته بودم، ناگهان صدای زنگی در بلند شد. در رو گشودم، بینم پشتی در آن پیرزن است با شیرینی های عیدانه خود و او آمده است که ما را با عید تبریک کند. همین یک حالتی کوچک نمونه تحمل پذیری دینی هست و فکر می کنم که همین تحمل پذیری دینی زندگی ما را زیباتر می کند و همین زیبایی را می شود که در امریکا و در نیویورک ببینید. بخصوص مسلمان ها هم خیلی آزاد هستند. آنها هر لباسی که خواهند می پوشند. زنها را می بینید که با نقاب، با حجاب، با فرنجی. اون یک نفر دیگر میتواند که اوریان گردد. یعنی هر کس هر چی که خواهد همونه می پوشد. یعنی همچنین پوشش دینی هم خیلی آزاد است. و اما تنها طلبات همین است که آزادی شما نباید که با آزادی های دیگران خلل وارد کند، یعنی که به دیگران تهدید کند. اگر شما دین خود پیروی کردنی میخواهید مرحمت، اما آن نباید که با آزادی های دینی دیگران خلل ایجاد کند. از بس که مسلمان ها 5 وقت نماز میخوانند در یک روز، از این رو آنها رو هم خیلی زیاد دیدن ممکن است که هر کجای خواهند نماز میخوانند. خب دوستان عزیز، همین بود چند اندیشه من در مورد آزادی دین در امریکا و موفقیت یاری شما باشد. خدا مددگار.